سلام دوستان عزیز. ویدیورولکی نوبتی ما درباره اقیانوس‌های جهان می باشد. در سیاره ما 5 اقیانوس موجود است. اینها اقیانوس آرام، اقیانوس اتلانتیک، اقیانوس هند، اقیانوس یخبسته شمالی و اقیانوس جنوبی می باشند. اقیانوس آرام کلانترین، گرمترین، شورترین و چقرترین به حساب می رود. این اقیانوس طرح تخم شکل داشته مخصوصا در نزد خط استوا وسیع است. چقری میانه اقیانوس آرام 3980 متر و چقری از همه زیادش در ناو ماریانا به 11022 متر می رسد. مساحت سطح اقیانوس آرام 178.6 میلیون کیلومتر مربع می باشد. اقیانوس آرام با متریک‌های امریکای شمالی، امریکای جنوبی، اوراسیا و استرالیا همشفت می باشد. اقیانوس اتلانتیک مساحت این اقیانوس 91.6 میلیون کیلومتر مربع می باشد. چقری زیادترینش در خمیه پورتوریکو 9207 متر است. اقیانوس اتلانتیک برعکس اقیانوس آرام در نزد خط استوا تنگ بوده در منطقه معتدل وسیع می باشد. اقیانوس اتلانتیک را متریک‌های امریکای شمالی، امریکای جنوبی، اوراسیا و آفریقا احاطه کرده‌اند. اقیانوس هند قسمی زیادش در نیمکره جنوبی واقع است. در شمال با اوراسیا همسرحد بوده با اقیانوس یخبسته شمالی علاقه ندارد. عمق میانه اقیانوس قریب 3700 متر و عمق زیادترینش در ناو یاوا به 7450 متر می رسد. مساحت اقیانوس هند 76.2 میلیون کیلومتر مربع می باشد. اقیانوس هند با متریک‌های اوراسیا، آفریقا و استرالیا همسرحد است. اقیانوس یخبسته شمالی مساحت این اقیانوس 14.8 میلیون کیلومتر مربع می باشد. اقیانوس یخبسته شمالی در مرکز آرکتیکا قطب شمال زمین جایگیر بوده با متریک‌های اوراسیا و امریکای شمالی همشفت است. چقری زیادترین اقیانوس یخبسته شمالی در خمیه نانسن 5449 متر و چقری میانش 1131 متر را تشکیل می دهد. اقیانوس جنوبی آبهای این اقیانوس اطراف متریک انتارکتیدا را احاطه کرده است. سرحد غربی و شرقی اقیانوس دیده نمی شود. مساحت این اقیانوس تا حال معین نیست. چقری میانه اقیانوس جنوبی 3503 متر و چقری زیادترینش 8325 متر می باشد. با همین ویدیورولک نوبتی ما به انجام می رسد. شخصانی که می خواهند فن گئوگرافی را به طور فاصلوی بیاموزند می توانند به رقم 0093300094 زنگ زنند. در آخر آبونش را فراموش نکنید. سلامت باشد. خیر.